امروز در تاجیکستان فصل گرما حکم فرما است و معلوم است که با فرا رسیدن فصل گرما مردم خود را به ساحل رود و دریاها میزنند و پیشگیری کردن این هم بسیار مشکل است و چاره های پیشگیری از این حالت ها در این حالت کدام هایند یا چی باید کرد که مردم در این حالت که ازدحام آدم ها است مثلا غرق شوی کمتر شود یا پیشگیری شود؟ در این رابطه هم از جانب کمیته شیار آویزه ها در جایی که ممنوع هست آویخته می شود و نصب کرده شده است. همچنین بوکلت و ورقه های اطلاعاتی برای چخیل در مورد غرق شدن و حالت های ناخوش غرق شوی دچار گردیدن یا چی طور یاری عملی رساندن در اون بوکلت و آویزه ها آورده شده است و می توانند همچنین در نزد کمیته حالت های فوق العاده مرکز جمهوری تعلیمی متدی نیز عمل میکند که در برابر آموختن شهروندان و طبقه های گوناگون اهالی در ساحه حالت های فوق العاده و پیشگیری آن نیز در موضوع های علاهیده درباره پیشگیری حالت های غرق شوی و رساندن یاری اولیه طبی نیز همین گونه مرکزها در حدود ولایت ها و در خود شهر دوشنبه هم عمل میکنند. با درس های سیار تشکیل میکنند در بین اهالی، همین گونه در جای جمعیتی در جای بیشتر آدمان در اونجا طلباتش خیلی که شما قید کردید آبازی زیاد میکنن، همین گونه کارهای فهماندهی تبلیغاتی عملی کرده براه میمونه. همزمان از جانب شعبه کار با جامعه کمیته هم نیز ماشین‌های مخصوص و رالیکایی که خیلی خود را در کدام شرایط آبازی کردن نیز پیوسته یک جا با ساختارهای معارف و در استراحتگاه‌های تابستان‌های کودکان نورسان پیوسته کارهای فهماندهی نیز براه مانده میشه.